ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамкул. гуфтури 34. تاریخ گواه است که این سرزمین ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. اسماعیل سامانی، ابرمرد خیرت و سیاست. در تشکل خلق تاجیک همچنین عامل‌های گوناگون تاریخی، تحکیم مناسبت‌های اجتماعی، رشد کشاورزی و ساختارهای دیگری استحصالی، انکشاف رابطه‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی منطقه‌های ماوراءالنهر و خراسان نقشی مهم گذاشته. در این امر فعالیت مرکزگرای دولت‌های کوشانیان، هیتاریان و به خصوص ساسانیان اهمیت خاصی تاریخی داشته است. یکی از عامل‌های اساسی تشکل خلق تاجیک پیدایش زبان تاجیکی است که با نام‌های زبان دری و فارسی نیز معمول است. تشکل زبان تاجیکی همچون یکی از قدیمترین زبانهای زنده جهان خیلی طولانی و مرکب بوده است. امروز مسلم است که گهواره زبان تاجیکی ماوراءالنهر و خراسان و ایجادگران آن ساکنان این مرزبوم یعنی نیاگان تاجیکان بودند. زبان تاجیکی در این سرزمین به غرب و شمال ایران امروزه بعداً به مشرق و مغرب پهن گردید. نمونه های اولین یادگاری های خطی این زبان به عصر هشتم تعلق دارند. تشکل و پهنشوی با سرعت زبان تاجیکی در عصرهای 9 دهم نه فقط به انکشاف منبعده خلق تاجیک مساعدت نمود، بلکه اعتبار این زبان گواهنامه هویت ملی تاجیکان گردید. در منطقه هایی که این زبان به وجود آمد و به کمال رسید، نام تاجیک نیز مقام یافت و استوار شد. عامل دیگری تشکل خلق تاجیک تأسیس و تحکیم همه‌جانبه دولتداری ملی می باشد. آغاز احیای وحدت سیاسی سرزمین تاجیکان ماوراءالنهر و خراسان به دوره دولتداری طاهریان و صفاریان راست می آید. در مجموع طاهریان و صفاریان آغازگری احیای دولتداری ملی بودند، اما آنها نتوانستند تمام سرزمین تاجیک را در قلمرو یک دولت کاملا مستقل نیرومند متحد سازند و تشکل خلق تاجیک را تأمین نمایند. این رسالت بزرگ تاریخی را تنها سامانیان انجام داده توانستند. پیدایش دولت سامانیان به دوران تلاش و مبارزه های سنگین راست آمد. این دورانی بود که مبارزه قهرمانانه مردم بر ضد اجنبیان همانا ادامه داشت
و سیاست شاوینیستی اصطلاحگران عرب منتظم عملی می گردید. اجنبیان نیت داشتند که به واسطه گسترش زبان و فرهنگ عربی نفوذ زبان تاجیک را کم کرده هویت و افتخار ملی، شرف و ناموس وطنداری، سنت ها و فرهنگ کهن اجداد ما را برباد دهند. ملت فرهنگ دوست تاجیک دین اسلام را قبول کرد، لیکن مثل بعض خلقیت و ملت ها زبان عربی را بجای لفظ مادری خود نپذیرفت. این کوشش و تلاش جدی یعنی پیشگیری نفوذ زبان عربی چون پدیده بی‌نظیر وطن پرستی در تاریخ ملت ما با حرفهای زرین ثبت گردیده است. سامانیان توانستند به احیای ملت و فرهنگ اساس گذارند، زبان مادری را چون گوهرکی چشم نگاه دارند، هویت ملی و ارزش‌های فرهنگی را حفظ نمایند. نسل امروز و آینده وظیفه‌دار است که این عنعنه نیک آنها را ادامه دهد. آغاز کشورداری واقعی خاندان سامانیان به تعیین فرزندان شایسته اسد ابن سامان خدات، نوح، احمد، یحیی و الیاس در سال 819 به مقام امارت سمرقند، فرغانه، چاچ، استرفشن و هرات راست می آید. بر اثر حکومتداری عاقلانه، آبادی و سازندگی، معرفت و غمخواری و تلاش و غیرت برادران سامانی ماوراء النهر سرسبز و آباد گردید. موافق معلومات منبع‌های تاریخی در این قلمرو بیش از 250 شهرهای خرد و بزرگ موجود بوده، مرکزهای زیادی علمی و معرفتی و فرهنگی فعالیت داشتند. بنیادگذاری حقیقی دولت سامانیان اسماعیل ابن احمد سامانی ابرمرد خرد و سیاست بود. او علم و دانش زمانش را خوب از بر نموده، از دوران جوانی هنری سروری و کشورداری را عملاً فرا گرفت. سیرت نجیب سیاسی و فضیلت انسانی اسماعیل سامانی در سالهای دولتداریش واضحاً ظاهر گردید. این سیاستمدار بزرگ با کارهای سازندگی و آبادانی، بهبودی روزگار و آسایش مردم، رواج و رونق شهرداری و انکشاف علم و فرهنگ توجه دائمی داشت. اسماعیل سامانی به رکن نهایت مهمی دولتداری آریایی، مسئولیت دولت در تامین شرایط ضروری پیشرفت کشور صداقت بی‌نظیر نشان داد. فعالیت او در تامین امنیت بخارا و تمام قلمرو دولت سامانیان نیز بسا مؤثر و عبرت آموز است. او با فراست عالی سیاسی و انسانی دریافت که سیاست مدافعوی به مقابل تاخت و تازهای خرابی‌آور کوچمنچیان به منفعت دولت و امنیت خلق سازگار نیست. از این لحاظ اسماعیل سامانی با همکاری و پشتیبانی مردم به قبیله های یغما پیشه ضربه سخت زد و حقوق معنوی پیدا کرد که با افتخار ابراز دارد: تا زنده هستم باره بخارا من باشم.
امیر اسماعیل سامانی با تمام وجودش خواهان متحدی تمام سرزمین تاجیکان بود. او برخلاف تحریکات پی در پی خلیفه بغداد به خراسان که تحت حاکمیت صفاریان بود میل لشکرکشی نکرد و حتی زمانی که عمرو ابن لیث با لشکری 70,000 نفره سوی ماوراءالنهر حرکت می کرد، اسماعیل سامانی ناعلاج برای مدافعه ملک آماده گردید و در محاربه غالب آمد. بعد این پیروزی اسماعیل سامانی تمام سرزمین تاجیکان، ماوراءالنهر و خراسان را زیر پرچم یک دولت مقتدر و متمرکز سامانیان متحد نمود. شاید همین صفتهای حمیده اسماعیل سامانی بود که او را در عرصه تاریخ چون شخصیت فوق العاده سیاسی اعتراف نموده. بعد انوشیروان برایش عنوان افتخاری شاه عادل را سزاوار دانستند. از این جهت روزگار و مبارزه اسماعیل سامانی در متحد سازی و سرجم آوردن خلقهای پریشان آریایی نژادی ماوراءالنهر و خراسان یک پدیده عبرت‌آموزی تاریخی است. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را قطب نمای روزگار خویش قرار دهند. خدمت بزرگ تاریخی اسماعیل سامانی و نیاگان او در آن بود که نظامی نهایت منظم، مؤثر و فعال اداره مرکزی و محلی را بنیاد گذاشتند. این نظام عنصرها و ارزش‌های مهمترین دولتداری آریایی را احیا نموده، آنها را با ارزش‌های تمدن گذشته و موجوده دور آمیزش داد. در نتیجه این نظام تجسمگری ارزش‌های بهترین دولتداری و به اعتراف اکثر دانشمندان متمدن ترین دولت زمان خود گردید. این نظام که با نام دیوان سامانیان مشهور است، نه فقط دولتی صاحب قدرت و نیرومند را ایجاد کرد و تحکیم بخشید، بلکه مناسبت عاقلانه و گوناگون شکل را در بین مرکز و ولایت ها بنیاد گذاشت. اسماعیل سامانی و وارثان شایسته او به تحکیم بنیاد معنوی و اخلاقی دولت اهمیت بزرگ داده، شخصیت‌های توانای علمی و فرهنگی را به اداره کنی کشور جلب می نمودند. اکثر وزیران سامانیان از خاندان‌های مشهور جیهانی، بلعمی و عتبی برآمده، از جمله دانشمندترین افراد زمان خود به حساب می رفتند. زیاده از این، خود امیران سامانی دانش و معرفتی بلند داشته در مجلس و محفل‌های علمی فعالانه شرکت می ورزیدند. گوناگون اندیشی حسن دولتداری سامانیان به شمار می رفت. در قلمرو این دولت نمایندگان خلقها و دینهای گوناگون اهلانه عمر بسر برده به کار و ساختار دولتداری خلل نمی رساندند. این پدیده نیز در تاریخ چون جهت عبرت‌آموز دولتداری سامانیان اعتراف شده است. دولت سامانیان باز یک رسالت بزرگ تاریخی داشت که با آن در علم تاریخ نگاری کمتر
توجه ظاهر شده است. در عصرهای 9-10 یکی از عاملهای مهم دولتداری آمیزش عاقلانه و ماهرانه ارزش‌های آریایی با معیارهای معنوی اسلام به حساب می رفت. سامانیان سینتز طبیعی و عاقلانه ارزش‌های آریایی را احیا نموده، همزمان به رواج و تبلیغ مذهب امام اعظم مساعدت کردند. در نتیجه نظام سیاسی و اداره دولت ماهیت دنیوی کسب کرده، نقش آن در امور اجتماعی، معنوی و فرهنگی همچنان استوار ماند. این امکان داد که اعتبار دین بر اثر واقعات فاجعه باری مقاومت و برخوردها و قدرت طلبی‌ها خللدار نگردد. و امروز ما با تکیه به تجربه دولتداری سامانیان دلپوریم که گوناگون اندیشی در تاجیکستان صاحب استقلال برای بنیاد یک دولت دموکراتی و دنیوی کمک می کند و در تحکیم صلح و آسایش در سرزمین باستانی ما مساعدت می نماید. دولتداران سامانی با احیای فرهنگ و تمدن مساعدتی همه‌جانبه نموده، در تأمین مقام دولتی زبان تاجیکی کوشش‌های زیاد کردند. طلوع عالم شمول زبان تاجیکی به تلاش و فعالیت این دولت و سروران صاحب خرد و معرفت پروری آن ارتباطی ناگسستنی دارد. محض در همین دوره شعری رودکی عالمگیر شد و شاعرانی بزرگ ابو منصور دقیقی، ابو شکور بلخی، شهید بلخی، کسایی مروزی و دیگران اشعاری گرانمایه ایجاد کردند. ابوالقاسم فردوسی با آفریدن شاه اثری جاودانه خود شاهنامه پرداخت. رشدی بی سابقه طب، تاریخ نگاری، جغرافیا، علوم طبیعی، فلسفه و علوم اسلامی نیز از بسیار جهت محصول فعالیت این دولت بوده است. ذکاوت علمی و ایجادی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا و علامه ابو ریحان بیرونی محض در دوران سامانیان تشکل یافت و شاهکاری های جهانی علم را به بار آورد. احیای تمدن تاجیکی رشد و نموی آن به دوران سامانیان و شهرهای باستانی بخارا و سمرقند راست می آید. با دستاوردهای فرهنگی گرانبها و ناتکرارش جهانیان را در حیرت گذاشته است. این دوران راه علم و دانش را نه تنها برای مردم آریایی نژاد بلکه برای تمام بشریت فرهنگ دوست منور ساخت. من بار دیگر تأکید می کنم که فرهنگ و تمدن عهد سامانیان امروز نه تنها میراث تاریخی خلق تاجیک بلکه ثروت خلقهای آسیای مرکزی و عموم بشری به شمار می رود. ما نیتی از خود کردن تمدن و میراث فرهنگی یگان خلق و ملت مرزهای سابقه و امروزه آسیای مرکزی را نداریم. تنها می خواهیم اصل و نسب خود را بشناسیم، تاریخ سرزمینی اجداد گذشته خود را تحقیق نماییم، برد و باخت آنها را در طول 1000 سالهای دور و نزدیک آموزیم، از شکست و پیروزی های آنها سبقها اندوزیم، زیرا تاریخ حکمی عادل و راه بلدی کار آزموده بوده ما را از گذشته های دور
به سوی عصرهای آینده هدایت می نماید. خلق تاجیک حق دارد از آن افتخار کند که امروز انسانیتی معرفت دوست از آثار بزرگ علمی و فرهنگی دوره سامانیان بهره‌مند می شوند. خدمت بزرگترین و ارزنده ترین دولت سامانیان در تأمین تشکر کامل خلق تاجیک بوده است. اسماعیل سامانی و وارثان او روند تشکر خلق تاجیک را سرعت بخشیدند و محض در همین دوره خلق تاجیک مقام تاریخی خود را صاحب شد. خلق تاجیک تاریخاً خود را با نامهای آزادگان، دهقان، ابن الاشراف و غیره معرفی می کرد که آنها تقریباً هم معنای کلمه آریایی می باشد. در دوره سامانیان جای آنها را نامی تاجیک گرفت. درباره این اتنانیم دوران پیدایش، تشکل، اوج کمالات و ماهیت آن عقیده های گوناگون موجودند. بنابراین زمان فرا رسیده است که این مسئله باید به طور عمیق تحقیق و بررسی شود. ولی اگر به خصلت و ماهیت تشکل خلق تاجیک توجه نماییم، عنصرهای وارثیت و خودشناسی آریایی عیان است. یعنی خلق ما در طول 100 سالهای تاریخ برابر سنت دولتداری، فرهنگ ملی و خاطره تاریخی خود را حفظ کرده است. تجربه تاریخی سامانیان در پیشبرد سیاست خارجی و روابط بین دولتی نیز دارای عنصرهای عبرت‌آموز است. سامانیان استقلال واقعی دولت را مثل گوهرک چشم حفظ کرده، با خلافت عرب روابط احتیاطکارانه، عاقلانه و سودبخش داشتند و با این راه به تحکیم پایه‌های داخلی و خارجی دولت مساعدت می نمودند. آنها با کشورهای همسایه و حتی دولت‌های نسبتاً دور و مانند چین، روم، کشورهای اروپا و سرزمین روس مناسبت تجارتی برقرار نموده، در احیای شاهراه ابریشم نقش نهایت مهم بازیدند. دولت سامانیان برحق مشعلی بود که راه تمدن و دولتداری ها را در دوام 100 ساله ها منور ساخته، یک دوره خیلی پربرکت و مساعد بالاردی و نقش جاودانه ملت تاجیک را در عرصه تاریخ فراهم آورد و یک حوزه پهناوری متحد سازنده خلق، احیای ارزش‌های فرهنگی و دستاوردهای مادی و معنوی نیاگان ما گردید. دولت سامانیان در نهایت کار یک جولانگهی شد که کشور و ملت فرهنگ پروری تاجیک باری دیگر ذکاوت فطری و هویت ملی خیش را به جهان متمدن نشان داد. این دوره چون جنبست راه تاریخی تشکل ملت تاجیک و به اوج کمالات رسیدن دولت و دولتداری ملی تاجیکان اعتراف شده است. دولت سامانیان با وجود همه این کامیابی ها از روند عمومی تاریخ تشکل، شکوفایی و تنزل نظام دولتداری استثناء نبود. باید گفت که در شکست و تنزل این دولت چند عامل یا سبب اساسی نقش حل کننده داشتند. اولا
یگانگی راهبریت عالی دولت و خود خاندان سامانیان تا آخر تأمین نشد. در مرحله اولی دولتداری این وحدت و یگانگی تأمین بود و عامل نهایت مهمی پیشرفتی دولت سامانیان گردید و هنگامی که مبارزه قدرت طلبی در بین خاندان سامانیان اوج گرفت، این وحدت از بین رفت و زمینه زوال دولت فراهم آمد. دوم، تأسیس و نفوذ سپاه غیر ملی گارد سامانیان که اساساً از حساب غلامان زرخرید ترک تشکیل شده بود، در لحظه های حل کننده وسیله با اعتماد حفظ کشور و حتی حاکمیت سامانیان نگردید. سوم، مبارزه حاکمان با نفوذ بعض ولایت‌ها برای قدرت و صاحب اختیاری حاکمیت مرکزی را تدریجاً ضعیف نموده باعث نزاع و مناقشه های داخلی و خارجی مملکت گردید. چهارم، فعالیت ضد ملی و اختلاف انگیز بعضی گروه های روحانیان که مردم را از پشتیبانی و دفاع استقلالیت ملی باز می داشتند، در شکست دولت متمرکز سامانیان تأثیر جدی گذاشت. پنجم، افزایش فشار روزافزون نیروهای خارجی در شرایط بحران داخلی سیاسی دولت سامانیان از عامل‌های اساسی شکست دولت گردید و البته باز چندین سبب دیگر جریان شکست این دولت ابرقدرت تاجیکان را تیزانیدند. امروز ما از این سبب و عامل‌های تاریخی باید سبق‌های ضروری اندوزیم. مردم تاجیک باید آن حقیقت تلخ را داند که سبب اساسی شکست دولت ابرقدرت سامانیان تنگ نظری حاکمان، منصب تلاشی و خودخواهی یک زمره سیاستمداران و سپاهیان، کشمکشی های بی‌معنی داخلی، خیانت اجنبیان و قوه های ضد خلقی مرکزگریز بودند. تاریخ بعد از 1000 سال ما را وادار می سازد که از تجربه تلخ نیاگان خود سبق گیریم، منفعت دولت و ملت را از همه بالا شماریم، به قدر دولت و دولتداری و وطن اجدادی برسیم، کشور را از پراکندگی، ملت را از نابود شوی نگاه داریم. تنها وحدت مردم تاجیکستان، مهنت حلال و بنیادکارانه و دوستی و همکاری های سودمند با مملکت های پیش قدم دنیا ما را به آینده پرسعادت می رساند. شما گفتاری 34 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانشی ادبی.